برادر آهسته. برادر ما در یکون کار دیگه نداریم. بخیر است چی شد؟ کار داری؟ یک کار دارم. خدایا توبه چی کار داره شوکت؟ تو نمیفهمی برادر، سیر از سیر. تو رو دیگر از دست کنعانی دیوانا خلاص کردن نمیتوانم. گوش کن شوکت، از آن بانو هست که از دور باش. خدا بزنه تو باری رفیقه ارتیست. هر شب گم شب. تلفن در کجاست؟ با خدا ما چی کار کرده ایستادیم نمیفهمم. بران با این آدم چی کار داشته باشده؟ من هم از کجا میدونم، هیچ نمیفهمم. لبای زهرا دختر در دست ماست. اگر جناب استیورت رو آورده با ما ندهید دختر میمورد. چی ها میگوی آشنا؟ زهرا؟ زیا به اینجا نه اترو میکشن. زیا چی گفتی؟ شنیدی؟ 1 ساعت وقت داری. چی گپ است؟ من چی میدونم؟ امریکایی ها زهرا رو دستگیر کردن. چی؟ آماده باشید. جناب استیورت را که گرفتیم، زیا گفتن این آدم را با رفیقش میکشیم. Thank you. اکنون کارم با این امریکایی تمام شد. ما رو میشناسد. نیستش کنید. این امریکایی رو کارش رو تمام کنیم چی هم؟ معلوم اینقدر برای دستگیر کردنش عذاب کشیدیم، کمی از کشتنش لذت بریم. مایلش نشانه نگذارید، کارش رو تمام کنید. بعدا منتظر خبری من برای کارهای نو باشید. تمام. رفتیم اونا پیش دارم. کنی بیا جناب خیز. رفتیم اونا رفتیم. زهرا را باید زودتر از دست آنها نجات دهیم. جناب، مکان خزینه را یافتیم؟ مکان خزینه بزرگ بیزنس را یافتن آنقدر کاری آسان نیست. با این خزینه ها مملکت ها را خریداری کرده ممکن است. در دست ما تنها معلومات هایی هست که خریطه در کجا بودن خزینه را نشان میدهد. خریطه از 15 پارچه عبارت است و در 15 مکان استانبول پنهان کرده شده است. ما تنها پارچه اول را یافتیم. خوب جناب، دیگر پارچه ها را چی خیل میابیم؟ وقتی که خریطه اول را یابیم، پارچه دوم را نیز از درون آن میابیم. مکان هر پارچه ها در یک پارچه پیش از آن بوده جای داده شده است. فهمو جناب، برای یافتن پارچه اول خریطه چرا کارتکلاس و اونال را وظیفه ندادید؟ اول بینیم دانشمند امریکایی رو میکشند یا نه. همه اینجا جمع شدند. انیق زهرا را در ماشین قفا بوده داشتند. گوش کن کارتکلاس. امریکایی ها آدمانی باوری نیستند. پلیس را دعوت نکردند. انیق ما را کشتن میخواهند. نباشد پلیس رو دعوت میکردیم آنها این کار رو حل میکردن. سفسده نگو، دستگیر میشویم.
تو حاضر آهسته رفته بالون‌های ماشینی که در پیش است میکفانی. بعداً زهرا رو از ماشین قفا بوده رها میکنی. من باشم آنها رو بغم میکنم. از اینجا هممون صحت و سلامت نجات میابیم. بسیار نقشه خوب کشیده ای. همه این کار رو من میکردم. عجبا تو خودت چی کار میکنی؟ حیاتم رو به خطر میگذارم. مسخره باز. گوش کن. اگر من رو در اینجا هم تنها گذاشته روی تو رو میکشم. تو هیچ به من باور نکردی. پرابلم داریم. خاموش باش. تمام تو را استیورت رو حل کن. من به نزد زهرا میروم. خیر را. با دقت باش. تو هم با دقت باش. فرا Stop! Don't move! عیشی don't move! میکشم او را میپرونم. لعنتی ها یکون کاری خطا نکنید. تو هم نکن. چی شده؟ شباتی آبدار را خورده ترکی را یاد گرفتی؟ نجوم بند نکشم. خوب هستی زهرا؟ دروغگویی افلاس گفتی که این کارم را دیگر نمیکنم. ایست کمی از این آدم ها خلاص شدیم همش رو به تو میفهمانند. باز کردی. چرا اینقدر تو میزنی دختر؟ دستانت چقدر وزین است آخر ایستا. جناب استیورت را با ما ده. نزدیک نشوید میکشم او را. جناب استیورت را با ما ده. مردن را شما از هوش رفتن فکر نکنید. میکشم میگویم. دختر را بیاره. در ماشین است. جناب استیورت را دهید دختر را میدهیم. چی میگوی دوملا؟ تو رو با اونها دیم ها؟ دختر را بیاره. Go! ایسته چرخ رو کفاندن. تسلیم شدید. پلیسی حقیقی آمد. کمان ترکیش پلیس. از پلیسی حقیقی هستم. از من نمیگونید. تسلیم شدید میگویم. از پلیس گذشتن نمیتوانید. بپرانم. بپرانم. ایستو در این ماشین را شما میپرویم. من تو میگویم ماشین رو دار. تمام ایستادم تمام. من با تو گپ نمیزنم یاسنا. ایست با کجا میروی؟ ایست. باتی چی؟ زهرا است برای خدا ایست. با کجا میروی؟ لطفاً ایست مرا گوش کن. تو چی کار کرده ایستاده ای؟ گفتی که کارهای افلاسم را بس میکنم. بی‌تمیز دروغگو. زهرا شما چی از نه؟ از قانون میگریزید ها؟ حیف به شما، حیف به تو، حیف به هر دیتو. و چیز همه از پشت این بشرف زندگیم رو محو کرد. زندگی تو رو هم محو نکند. حالا فرصت که داره از این بشرف دست بکش. تو چی خیل گپ زده ایستاده ای؟ مگر به تو میزیبد همکار؟ چی خیل همکار؟ نو به یادت آمد که همکار هستیم. دادرم دیشب اونا مرا میکشتن. در کجا بودی تو؟ شما همکار شده اید؟ برای دزدیدن جنایت کردن همکار شده اید؟ یا خدایا این خواب باشد. کاش که خواب دیده ایستاده باشم. عذر میپرسم زهرا، اما حقیقت است. بله ما کم جنایت میکنیم، اما بین دخترم تو رو چی میگویم؟ حالا هم وقت داره از این آدم دست بکش. این آدم هست کو؟ این آدم تنها به خاطر جنایت کردنش زندگی میکند. چی خیل گپ زده ایستاده اون است؟ برای خدا چی خیل گپ میزنی؟ گپ زدنت رو دان. زهرا رشکی دارد برای همین چنین میگوید. باید از نت گوش نکن. من تو رو دوست میدارم عشقم، با تو خوشبخت شدن میخوام، اما این خوشبخت نشد. به خیلی کرده ایستاده است. با ما رشک برده ایستاده است. از پشت تو شدم. به شرف از پشت تو شده همسرم مرا ترک کرد.
باور نکن تو به این، باور نکن. مرا گوش کن، این برای جنایت کردن زنده از برای خدا گپی زدهت را گوشت میشنود. چه خیلی گپ زده ایستاده ای؟ ما عائله برپا کردنی هستیم، تو باشی عائله ما را ویران کردنی هستی. خدا تو را لعنت کند. چه خیلی عائله ابله. زهرا با تو خانه‌دار نمیشه. البته میشه. زهرا دخترم، تو چه خیلی با یک کلتکیل است، با یک خزنده خانه‌دار میشوی؟ به این هم اگر تو خواهیم باید اجازت نمیدهد. اجازت میدهد. ما را حل کردیم. یا خدایا، اگر من جنایت نکنم اجازت میدهد، اما تو خاموش نمیشوی. انا چی گفتی؟ چی گفتم؟ اگر جنایت نکنم گفتی، یعنی خودی حاضر تو در میانی یک جنایتی مخصوصا وزیر قرار داری؟ یعنی خودی حاضر به حساب نمیرم. حاضر به حساب نمیرود؟ در جنایت شاگرد تو اگر ملائکم شوی، جناب اکرم این دختر را به تو نمیدهد پسرم. من با حال تا خانه‌دار شدم که جناب اکرم جانم را از بینیم کشیده گرفت. این پیرمرد بدبخت چی کارهایی که نکرد؟ یزنه لطفاً درباره بابایم درست گپ زنید. بخشیشم و همین خیلی بدبخت است. درست گپ زن؟ چه گپ زده است؟ اون مرا به بحر پرتاف قریب بود که میکشت، ولی من یک بار حتی از پسش میسی تو برای این بی‌تربیت گپ نزدم. پیرمرد بدبخت تو فلانی نگفتم. همین خیلی عزیزم. خب بدبخت باشه چیکار کنم؟ تو حالا هم گپ زده ایستاده ای؟ من تو را گوش کردن نمیخواهم، فهمیدی؟ از دروغ‌هایت، از کارهای افلاست، از بخشش پرسیدن‌هایت دلگیر شدم. زهرا، اگر این کارهای افلاست رو ادامه دهی با تو هرگز خانه‌دار نمیشوم. زیا یک لحظه ایست، همش رو به تو میفهمونم. فقط مرا گوش کن. گوش کردن نمیخواهم. از پس من نیا، من میروم. با کجا میره زهرا؟ لطفا نیا از پس من. ای زهرا، یا خدایا، با کجا میروی؟ با تو چی؟ تو چه گپ میزنی؟ کاری کردت رو دیدی؟ با جنایت زنده است، با تو خانه‌دار نمیشود. اون خسور است و خسور بچه چیکار کرده ایستاده؟ خیلی درست گفتم. یا خدای من، دیدی دختر رفت. از اوناری پدنالد یگون خبری نیست، مثل که زمین کفید و بزیر زمین رفت. سر دارم سمن از یتیم خانه گریختم. چی؟ مادر کجا شدی؟ بیا اکنون. چی کار میکنی؟ ای بچه کوری چی تو؟ اگر حاضر جزیر کردی امانا درست بگی سازش کن. خدا بزنه تر من یک ساعت شدم که بانو را دوست میدارم نوشتم. حاضر درست میکنم بخی. بانو حرف بی کلام نیست؟ بی کلام میبین خدا بزنه تر بس آوادت حیوان میمونی رنگ من مکتب عالی بخونی خدمت کنی دیپلم گیری. بگذار زهرا با کلتکل از خانه دار شود. تو در فکر زندگی خودت باش شیرینم. به اینم کلتکل زهرا را دوست می‌دارد. اکنون دوست نمی‌دارد. چی خیلی دوست نمی‌دارد؟ مادر، اکنون ما با احمد یک جای پیوستیم. ای نیلیس، از برای خدا چخیل پیوست شوی، چخیل پیوست کرده ده. عقلت نمیگیرد، تماما نمیگیرد. ساده بوده است. بین چارلی چپلین. کی هستین؟ در فیلم ها از کو چپلین؟ چارلی چپلین تماشا کرده ای تو؟ بسیار عجیبی است.
نگاه کن من با تو چی نمایش میدم. تماشا کن چی خیل میکرد. دیدی بینیم در جیش نیست، بینیم با زمین افتیده است. نشد. ایست ها بین مرو، بین انا اینها رو دیدی؟ بین اکلی بین با تو چی نمایش میدم. اوه هپ 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 هپ. این نشفتید. این نشفتید. چی خیل معقول شد؟ بنی من بجق بی یک برگه بجق کنی بی پینهان شبک بازی میکنه ممکی پلیس میکنه من رفته چشمانم را میپوشم بینیم که تو در کجا پینهان میشوی. عجبا با کجا پینهان میشوده باشد. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 99 30. سومان پنهان شدی؟ عجبا این دختر در کجا باشد؟ در تگ میز پنهان شده باشد. چی دختر؟ سومان در کجایی کنی تو؟ توک حالا تو را یافتم رفتم با دیوار توک میکنم. توک این نشد بار دیگر. یک بار دیگر نباشد من در اینجا چشمانم رو میپوشم تو باشی پنهان شو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. پنهان شدی؟ سومان در کجا باشد این دختر؟ در زیر میز پنهان شده باشد. چی؟ دو اینجا نبوده است یا اینکه دو یا خدایا کنی با بیرو بارو بینیم. یا خدایا این دختر کجا شد؟ غیب زده باشد. چی؟ این دختر کجا شده باشد؟ کجا شد؟ سومان برو بسر. سومان کجا شدی؟ یا بچه سومان ندیدی؟ همینجا بود که سر دارم. یه چی خیلی اینجا بود؟ نیست داخل اون رو در کریدور ندیدی؟ یا خدا دختر با کجا رفت؟ سومان دخترم در کجا هستی؟ سومان اینجایم. سومان خدا بگیرد با این بازی ها تلخم کفانی رفته در آنجا پنهان شده از. دیدی؟ بلوچه سر دارم اینجا امضا میگذاشته. بعدا امضا میگذارم. مگر نمیبینی که بازی کرده ای شدم؟ تو را من خودم امضا میگذارم بعدا. نه خیر تو چی کار کردی؟ تو در اینجا پنهان شدی؟ با آنجا پنهان شدی؟ پنهان شدی خنده میگیرد تو را؟ خنده شده؟ تو میخندی باز تو میخندی. کن اینجا بیا اینجا بیا تو بیا اینجا بیا کنی لیو شوقا بین این اماکی شوکتت هست. هجری برای تو و خانم سلام دعوتنامه گرفتم. وای دختر برای تو میمرده است. واخورید این برنه نگویی. تمام کیکنان اگر خوشم آید رد نمیکنم. خوشت آید هجری. خوشت آید. معقول کن تو که من هم بانو رو گیرم می. بعد چخ میکنیم کیکنان. رفته نماز خفتن رو خونیم. رفتیم خونیم هجری رفتیم. دیگه پا نمیفهمی؟ بد اخلاق. تو چی خیل آدم است که مغازه شکرخند پورا میگیری ها؟ اکا دیگر از او پورا نمیگیرم. ایتون حیفانه به شرف. نمک تو چی میگویی این رو ما پرونیم ها؟ البته میپرونیم برادر. اگر ما او رو نپرونیم اکای کانون ما رو میپروند. میپرونم. هیچ گوشت نمیدم هفتاد چنجا. بخدو بیزور کردن همیو. بوی که بود. تسلیم شوید. هر دویت همه چیزتون را پرتاید. سلاحتون را پرتاید. در این شهر همه جنایت ها را دستگیر میکنم. این شهر برای جنایت نیست. شکری خدا که تی دیوانه اومد. اگر پلیس می اومد ما چی کار میکردیم؟ من دیوانه نیستم. پلیسی حقیقیم. کمیسر کالومبویم. بچه بیا گمش کن. بیا با این کار نگیریم که هفته پیشتر هم بینیمون رو شکسته بود. راست میگوی برادرو. لیکن این دفعه ناموس نبرداشته است. تو میدونی که مرا نمک میگن. نمک دیوانه میگن. یک با یک بزنی. بیا نه تو برا بیا اینجا برو چه بیا نه گریز پیش بیا برادر
چند نفر بودند؟ 21 24 25 27 39 السلام علیکم. و علیکم السلام. مرحمت پیش درا حشرکی زدن. من هم بیاد دارم، باز کسی دیگر هم بود. پیش درا. مرحمت آقای پلیس، اول شما داره؟ نه اول شما مرحمت کنید. شما کارانتر هستید، گذارید. شیده باشه. گفتم کو در این شهر همه جنایتکاران را دستگیر میکنم. حاضر چیکار کنم؟ این ابلهان را به شعبه برده سپارم یک مالش دهند. ایوا اگر مادرش نیاید چیکار میکنیم؟ تکرارا به یتیمخانه میسپاریم شیخا. بیشوخی؟ بله. من همینجا بمانم، من را به اونجا نفرستانید. خودت گفتی که مادرم من را از اینجا آید میگیرد. میگیرد دخترم، میگیرد. تو پروا نکن. بیا اما که پلیس بازی میکنیم، شما گپ میزنید و تمام. گپ نمیزنم، بازی میکنیم. چی بازی کنیم؟ تو اسپک من میشوی. تمام دخترم، من اسپک تو میشوم. اسپک من چی شوم؟ تو باشی آدمی بد میشوی. یا خدایا من چرا آدمی بد میشدم؟ لیو آدمی بد شود؟ نمیشود، اما که پلیس آدمای بد نمیشود. راست میگه. تو آدمی بد هستی، من تو را دستگیر میکنم. کنی گریز؟ یا خدایا فهمیدم. تمام. کنی بیا مایلش، من آدمی بد من میشم. اسب میشم. کنی سوار شو. من به کدام طرف گریزم؟ این سو. خب کنی دستگیر کنید ببینیم. کنی گریختم کنی به اینجا گذر. چرا چی بزنید؟ من تو را میشکنم. بردارا بشنش. راستیست. این دو جنایتکار را در جای حادثه کپیده اینجا آوردم. هیچ کس از من نجات نمییابد. این شهر را تازه میکنم. من پلیسی حقیقی ام. باز همون پلیسی دیوانه است؟ خاموش، دهانت را بشکنم. رفته کمیسار لیونت را چغزم. حاضر ما رو از این دیوانه خلاص. دیوانه گفتید؟ من پلیسی حقیقی ام. چی نشناختید؟ کنی دویدم. پلیس دیوانه 2 نفر رو دستگیر کرده آورده است. چی؟ دنبالای دیوانه؟ بله سردارم. من چیکار کنم هنر؟ در اصل من چیکار میکنم؟ زهرا مرا دید. اگر با پلیس رود چی؟ نمیرود. خاطر نشو. یزنش میشه آخر. یزنگی هم مونده است. این رامان من پگاه رفته باید دلی زهرا را یابم. این چی خیل آشی پلاوی بی قلمفور است؟ آشپز قلمفوری تیز بیده قربانت شوم. به من هم بیده، خوشمزه می شود. رحمت سلامت باشی. به من هم ریز. اکیکان اون رو زنگ زن. من به تلفن نرسید. حاضر دستانت رو میبندم. یا خدایا، باز تو هستی پلیس دیوانه؟ چرا این آدم ها را دستگیر کردی؟ هم بردک به عقلی بینید در هر جا میخلانی پلیس دیوانه؟ من پلیس دیوانه نیستم. پلیس گریزه هم نیستم. من پلیسی حقیقی ام. در شهر حالا جنایتکارها بسیارن. پلیسی حقیقی آنها را دستگیر میکنه. دستگیر کنه. اکن میزاوطن از پسش دستگیر کن. زود نگریزه. دستمون چی شد لطفا؟ تمام اینها رو آزاد کنید. کلیدها در دست اکای میرزاوطن است. چی؟ قفوش بده و برا اکای میرزاوطن نام دارد. دستاتون بکشید بینه پای کارتون. چرا این خیلی کردی؟ از بالای زهرا شکایت کردی؟ احمد جان، برای زهرا شده یکدیگر رو نمیرنجانیم. همه خیلی چی خیلی؟ تو با من چه گپ زده ایستاده میلیس؟ تو نمیدونی که من زهرا رو دوست میدارم؟ ما این رو با تو گپ زده بودیم. قول دادی که دیگر کاردار نمیشوی. سورپریز رو بدتر میبینی احمد جان. انا اون وقت حیران خواهی شد. دوست آمد
خاموش باش بی تربیه. سلام. تو تیراکوردار مباش. او است دیده وفادارتر است. دروغگوی افلاس. باز شرم نکرده با یزنه اون الان کار میکنی ها؟ او رو از محبس تو گریزاندی همین خیلی نه؟ تمام زهرا، تمام که باشد گپ زنم. مجبور شدم، فهمیدی؟ وضعیت مثل دیدت نیست. من به تو چی گفته بودم زیو؟ ها؟ این کارها رو میپرتوی از بابایم پنهانی خونه دار میشویم، بعد او ما رو میبخشه. نگفته بودم؟ تو چی کار کردی؟ رفتی آدم گریزاندی؟ زهرا تمام، قول میدیم که دیگر با این کارها سر و کار نمیگیرم، فهما؟ با دروغ رو سر کردی. زهرا دروغ نمیگویم. من کی به تو دروغ گفتم ها؟ یعنی غیر از وقتایی که مجبور نشده باشم. نه قول میدیم آخران بار بود، دیگر نمیکنم. مثل خواستت میشوم. برای باور کردن تو هیچ دلیل ندارم زیو. مرا همیشه پشیمان میکنی از بخشیدنم. او اینجا چیکار میکنه ده؟ چرا نپرسیده میدراید این حریف؟ چی ها میگویم من؟ او باید با زهرا خونه دور شود تا که میلیس با من ماند. جنگ کرده ایستادند؟ اینها نباید جنگ کنند. اگر جنگ کنند خونه دار نمی شوند. من باید رابطه آنها رو درست کنم، آشتی دارونم. جوانا چیکار میکنید؟ باز جنگ دارید ولی با شما تماما نمیزیبد. شما برای یکدیگر آفریده شده اید، نرنجانید یکدیگر را. تو چی ها میگویی؟ جناب احمد لطفاً زهرا رو چقدر دوست داشتنت رو همه میدانیم. این جنگ های بی‌معنی رو یک طرف گذارید. هم زهرا شما رو بسیار دوست میدارد. اول این که من او رو احمد نیست یا میگویم. دومش این که چرا دوست دارم؟ او یک دروغگو است. زهرا جان، این خیل نکن. نازی بسیار عاشق رو خسته میکند. بین جناب احمد رو رنجانیده ای. یک به چشمان او نگاه کن زهرا. این چشم ها دروغ میگویند مگر؟ با این چشم ها نگر. این چشم ها مثل که برای دیدن تو آفریده شده. سمی تو چی ها گفته ایستاده ای؟ من حقیقت رو گفته ایستادم. این حقیقت است؟ او دوست است. کریم جان، عیب رو نمیدونی تو؟ در مقابل تو استاد محترم فرهنگ دین ایستاده است و این چونین شوهر آینده زهرا می شوند. زهرا دوست داشته ای من است. ازت دور باش. جناب احمد لطفاً شما بر او غضب نکنید. وقتش که رسید او نیز عشقی که شما نسبت زهرا دارید میفهمد. این چی میخواسته باشد؟ خیر جوانا، کی خونه دار میشوید؟ چی خیل خونه داری؟ من با خونه دار نمیشم. این چی خیل گپ است؟ من خونه دار نمیشم. او دوست است. دمت را گیر. داد نزن بکریم. دوست گفته ایستاده است. خیر بگو که خاموش استاد. عیب است. دروغ میگوید. دروغ است. بیزار شدم از جنگ شما. خونه دار شوید، زودتر رویدی. در کجایی که میخوای جنگ کردن گیریدی. خونه دار شوید، ما از پس کاری خودمون شویم. ای خدایی. زهرا جان، با جناب احمد اینقدر دروش رفتار نکن لطفاً. میدونید که مشکلی شما در چی است. شما زیر یک بالی زندگی نمیکنید. اگر شما خونه دار شوید همه مشکلی هایتون برطرف میشود. ساعتی ویرانه وقت را درست نشان میداده است. آفرین به تو، درست گپ زده ایستاده. تو خاموش باش. اگر سمی میدانست که تو با من چقدر دروغ گفته بودی این خیلی گپ نمیزد. زهرا جان، همه دروغ میگویند. از همه مهمش عشق است. دیگرش بیهوده، بربر است، لقلق زیادی است. همین را گوی سمی. به خدا در حیاتت اولین بار درست گپ زدی. به بحر افتیده مار را آغوش گرفتم. معلوم شد که اینجا سمی را آغوش میگیرم. سمی؟ تو خاموش باش. زهرا جان، خودت میدونی من تنها این را به تو میگویم که عشق در حیات به مقابل آدم تنها یک بار میبراید. دیگرش باشد تنها به مقصد آرامش یافتن است و تمام. فهمیدید؟ شما عشق را یافته اید، از دست ندید. آگاهتون کردم. خوشا پیر شوید. ببین باز درست گفت. اصلا این سمی آدمی آنقدر بد هم نبوده است. البته گفته هایش به فایده تو بود، خیر نی؟ майла шакайканон, ман 2 соат пас он ҷо мешавам. ба ҷаноби ҳиҷрӣ гӯед ки маро 1 дақиқа ҳам мунтазир накунад. мунтазир шудан намехоҳам. ман ба ту нишон медиҳам, муаззин.
گوش کن زهرا، این خیل نکن. اگر این خیل کنی مرا میرنجانی. تو حالا هم همینجا هستی یا محافظ را جیغ زنم؟ سنا زهرا جانم خوش آمدی. خوش باشی. خیلی شده بود که خبر نگرفته بودی. وقتهای آخر از نوارها گریخته به حیات طبیعی خود برگردم گفتم و یعنی برای دوستانم هم وقتی زیادی جدا کردن نتوانستم. به فکرم در وقتی ناموافق آمدم. نه سنم جان، بسیار در وقتی موافق آمدی. جناب زیا هم رفته ایستاده بودن. خساره بید جناب گفتی؟ مرحمت بشین. خوش آمدید. خوش باشد. زهرا جان، در خونم بعض چیزها و مبل ها رو تغییر دادن میخواهم. وقتی افتی به خونم بیا همش رو به تو نشان میدهم. البته جانم. زهرا مرا گوش میکنی؟ یک سوال پرسم ممکن است؟ هجری؟ این دختر زیباترین ترکیه نیست؟ دنبالای محله همین رو رد کرده بودن؟ دختر حالا هم از پشت معزین میدویده است. عاشق معزین شده است. حالا هم از پشتش میدود. تو همیشه از پشت من میگردی؟ من از دوستادم اومدم. در حقیقت دنبال من میگرده. سنم جان، تو مگر هجری رو میشناسی؟ از کجا میشناسم جانم؟ یکی از همون پسرهایی که از پسم میگردم. نه خطا کرده. هجری پسر نیست که از پس یگان زن بگردد. یعنی کی است پرسید که هجری از پس کدام دختر میگردد؟ استاد پرسم یا روم؟ اما هجری وقت ندارم، کار دارم حاضر. استاد با بابای برفی هدیه دادن و از او هدیه گرفتن جایز است؟ بابای برفی؟ بله استاد، یکم ینور میاد که ریش سفید دارد. ای هجری، از بابای برفی هدیه گرفتن جایز نیست. چرا استاد؟ چون که پسرم یعنی میدونی که عرف و عادت مردمی ما به یکدیگر هدیه دادن و گرفتن است، فهمیدی؟ اما بابای برفی از تریز آهسته خیلی کرده، به سر و صدا در آمده هدیه را گذاشته، باز بر آمده میرود. برای همین ما او رو نمیبینیم. وقتی که او رو نمیبینیم به او هدیه دادن نمیتوانیم. همین خیلی برای همین یعنی خیر استاد چیکار کنیم؟ یعنی از بابای برفی هدیه گرفتن لازم نیست؟ بله، گرفتن جایز نیست پسرم. اما گرچندی که من از بابای برفی هدیه نگرفتم، تو گرفته ای؟ به خدا هنوز نگرفتم. نگرفته باشی بگذار رود. چرا میپرسی؟ فهمیدم استاد. خدا از شما راضی باشد. رحمت. از هممون راضی باشد. همون خانم سنمی که میخواد با من واخوری کند شما هستی؟ با چه مناسبت؟ چه خیلی واخوری؟ اینجا خطاگیر شده است. زهرا جان، او رو نمیشناسم. کی هستیم؟ هجری ما. حالا که همین جایم چیزی که گفتنی هستی همینجا بگو، بعداً زحمت نکش. چه خیلی زحمت میکشم؟ من شما رو نمیشناسم. خیلی مایلش، به این هم از شما خوشم نآمده بود. باز واخوری بین ما نمیشود. تمام دیگر ما نمیخوریم. یک لحظه تو من رو رد کردن نمیتوانی، فهمیدی؟ تو خود رو کی میحسابی؟ با من این رفتار کردن نمیتوانی. زهرا جان، بسیار عصبی شدم. بعدا با میخوره مالش. کنی اینجا بیا. یا خدایا، هجری رو بین از پشتش چه دخترها میدون. حلالش باد. من هم تو را رد میکنم جانم. رو از اینجا. چرا ما رو پیش کرده ایستاده؟ تمام گفتم که مثل خواستت میشوم. وعده میدیم. او دوست است. خاموش باش. کریم رو شنیده. خیز رو از اینجا. ای زهرا ایست، گوش کن مرا. از برای خدا مرا گوش کن. چه خیلی که گفتم همون خیلی شد جنابی کنان. جنابی شوکت آدمی رو که نام ما رو در زمین نوشته بود زده بیهوش کرد. آفرین به شوکت، مثل گربه موش رو دستگیر کرده است. یعنی بچه ده حلالش باد. آفرین. مرا ببینید، شوکت رو جیغ زنید نزدم آید و برای هر دوی ما 2 تا قهوه بیارد. برای من تلخ نآورد. آفرین به شوکت، خان زند. اکا کانون در کابینتش قطعی عروض شدگه میگه ده قهوه بیارن. شرف شکلات ابقا پولی اینها رو بیا بره گیره زهری بدن تو شوه. در دفتر می نویسیم در نام یکی کانون. ای وای،
канони девона фаҳмидааст ки ман бонуро дӯст медорам. гӯши маро меканад. канданӣ бошад кани канад. ҳеҷ гап нест бачаҳо. пашара задам. канони девона, ман туро дар назди бону накушам, номамро мегардонам, номам Шавкат набошад. мағзи саратро дар назди бону пош медиҳам. дар куҷост вай лаънатӣ? туро мекушам. ба хуне ки аз сарат мебарояд менависам бону туро дӯст медорам. чизе нест бачаҳо. дар ин ҷо як намоиш тайёр карда истодам. чаро бо хуни ту менавиштам ишқамро? бо хуни ифлос ишқамро ифлоса мекунам. туро мекушам Канон, чӣ кор карданамро медонам. бия аввал ба занҳо хизмат мерасонам тайлоқ. раҳмат. ба куҷо мегурӯзӣ писарам ҳа? ба худо ака ман ҳайран гурӯҳи бону безорум. бахшидум амуродату ака. додари ман шудӣ. барои хонум бону шуда он аблаҳро латукуб кардя? чӣ хоҳишӣ дорӣ аз ман бихоҳ? чӣ гап бошад? коре накардам, вазифаамро иҷро кардам. офарин ба ту. ман худам медонистам ту мардонавор рафтор кардӣ. ҳалолат бош шербача. таваққа функари ака. шербачаи ман. толеам онро бина. одамеро ки бояд кушам, ӯро рафиқи наздикам кардам. хандаҳои ту шайтонро ман ҳамаашро барои ту кардам. чӣ хел зебо механдӣ. акай Канон ошуд шавам маймун. саломат бошед. офарин. барои ту шуда қотил мешавам, чӣ кор кунам? ба худо қасам мехӯрам ки барои ту шуда қатли он мекунам. ҳоло бинбинӣ. мисли саг вафодори ҳалолат бод. хош шава акаҷон. бошед. ин харбача шербача шуд. суман духтарам, ту ҳозир бо акаҳоят рав. майлаш, мо баъдан модаратро ёфта туро ба ӯ медиҳем. паро накун. майлаш. аммо ман мехоҳам ҳамин ҷо мунтазир шавам амаки полис. боз манро дар он ҷо ки афсона нақл мекунад. ман нақл мекунам духтарам, ман нақл мекунам. ман қавл медиҳам ки бо он ҷо омада барои ту афсона мегӯям. ту маро дӯст намедорӣ амаки полис? ман қурбони ту мешавам. чӣ хел дӯст намедорам? туро бисёр дӯст медорам. ин хел бошад чаро манро мефиристонӣ? ман ин ҷо кор дорам. барои ҳамин. яъне аммо дар он ҷо ҳам бисёр дугонаҳо хоҳӣ ёфт. бо онҳо бозӣ мекунӣ. фаҳмо? ман бо ту қаҳрӣ. қаҳр накун.
اکا میرزا وطن در سر چنبرک بشین اکا بری سنبقه در جای اکا میرزا وطن بیست. یک طرفیست ماشینا در کنار راه من کن یه مرد که تو نمیفهمی یک طرفیستا سومان بیا دخترم ترسیدی؟ نه ترس من تو را تنها نمیگذارم تو خونه خوردی؟ اینو پیش خونه نخور برای از این کارها دور شدن به جز گرفتن سلاح از دست بران چاره دیگری ندارم وگرنه زهرا رویم رو نگاه نمی کند. پیشتر وقتی که تو را از دست پلیس می گرفتیم سلاح ها را عوض کردیم به خانه در آمده ایزی انگشتت را گرفته بودیم با دخالت ما پلیس برای دستگیر کردن تو دلیلی ندارد البته عین حال انا این آینده تو رو حل می کنم. اگر آن سلاح را نگیرم از دست آن آدم خلاصی ندارم. برای خانه دور شدن به زهرا لازم شود حتی بران را از بین میبرم. جناب کалтакелас америкоиро накуштааст барои дӯстдоштаашро аз дасти америкоиҳо наҷот додан ӯро бурда бозпас супурдааст. чӣ кор карданамро мехоҳед? духтарро бисёр дӯст медоштааст. ҳамин хел менамояд. калтакелас ки америкоиро накуштааст мумкин аст ки ба тарафи мо низ ҳамлае кунад. одаме ки заифӣ дорад ҳамлаҳояшро ба ҳисоб нагирифтан осон аст. کرده نتوانستم رهاش نکردم و دختر وعده دادم که مادرش رو میابم تو پیدا کردن مادرش همراه من میماند. به خدا لیوا میدونی چی؟ همین تو از راستی قلبی پاک داشته ای برادر. باور کن آدمی بهترین هستی. گرشم جا طرف نکه ایزا کشید. به خدا کاری خوب کرده ای. حلالت با دست دارود خانده من خود بگی نرست دسته بگی اپاش با تو لباسی فسون میپوشوند اپاش کنی بیپوش بسیار زیبا بوده است. این تختلک خسولا بخلو بخی خیلی کن یکون توفلی یکون چیزی زمستانش بپوشون چه خیلی میشه بگی یک التماس این تختل چه خسولا که فسون کن بیاد. زیبا شدی. اوه معقولت شد؟ معقولم شد. دختری خاله یک پاپوش یک شبکه یک کلاش بپوشون. بسیار زیبا شده سوپ سرخک چخل معقول شد؟ معقولم شد. اوه کودک رو ببین. شوکت میگویم با یگان مسجد رفته درکت نماز شکرانه خونیم دعا کنیم شاید مادر سومان برای یافتن او میآید. ها چه خیلی میرویم برادر میرویم دعا میکنیم. این زیباچه را ببین. پولی لباسا را در گجاتون حساب کتاب کنیم دختر خاله در خزینه سپاریم. بیا چکنی بیا کنی دویدیم از زیباچه من بسیار زیبا شده رفتیم.
زودتر باشید شاگردا. هجری امری معروف را آغاز کرده است. ما هم کمی تقوایمون را زیاد کنیم. زود باشید. Картакелес аз хонаш бар омад. Ман тарафи хонаи барон меравам. Тамом. Сардор. Картакелес аз хонааш баромадааст. چی کار کردنمون رو میخواد؟ کلتاکیلس را از بین برداریم؟ نه، اول دانستنم لازم است که بران از پسی چی است. بعداً با دستان خودم این بیعقل از کجا پیدا شد بازه؟ به مسجد در اومده من چی؟ ای خدا لعنت کند آنها نیز به مسجد اومده ایستادند. صابونی من لباس نشوشته‌ای مرارت کردن چی بوده است به تو نشان میدیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. محترم جماعت، ایمان آنقدر جوهری نایاب است که کسی صاحب آن باشد به هیچ چیز احتیاج ندارد. این واقعه بین حضرت هاجر مادرمان و پسرش حضرت اسماعیل از طرف خدای مهربان برای ما همچون عبرت امتحان شده است. سالهای دراز برای صاحب فرزند شدن حضرت ابراهیم نزد خدا دعا میکرد و نهایت از مادرمان حضرت هاجر و حضرت ابراهیم پسری به دنیا می آید که نامش را اسماعیل میگذارند. از بین 2 سال گذشته بود که خداوند به حضرت ابراهیم امر کرد که همسرش و پسرش حضرت اسماعیل را گرفته به بیابان یعنی خانه کعبه حاضره برده در آنجا رها کند. این برای حضرت ابراهیم علیه السلام بسیار امتحان سختی بود. همسر و پسرش را در دشت و کوه رها میکرد، ولی برای حضرت هاجر مادرمان امتحان سختری بود. اما جماعت محترم، این امر خداوند بود. این جداگی، این تنهایی را او خواسته بود. حضرت ابراهیم علیه السلام هیچ شک و شبهه نکرده همسر و پسرش را برای انجام امتحان گرفته به راه برآمده. وقتی که به پشتش گشته نگاه میکرد، حضرت هاجر به او صدا زد: ای ابراهیم، چرا ما را در این دشت بی آب و بی آدم تنها گذاشته می روی؟ حضرت ابراهیم پیغمبر جواب داده نتوانست. حضرت هاجر مادرمان تکرارا پرسید: یا اینکه از طرف خداوند تو امری شنیدی؟ حضرت ابراهیم گفت: بله، خدایم امر کرد که شما را اینجا رها کنم. همین را شنیده حضرت هاجر گفت: بیروی ابراهیم، مادامی که این امر خداوند است، او ما را در این بیابان هرگز تنها نمیگذارد. برادران، ایمان حقیقی این است: وقتی که امر خدا را شنیدی، برای اجرای آن حتی از همه چیز دست میکشی. انا این خیر ایمان مستحکم راه ما را روشن میکند. آن زمانها در مکه کسی زندگی نمیکرد، دشتی بی آدم بود. مکانی که حضرت هاجر و پسرش را رها کردند خود حاضره کعبه ما است، بی آب، بی آدم، یک دشتی سوزان و خالی بین کوههای بلند و گرم خطرناک آنها قرار داشتند. دوستانی عزیز، در بین آن کوهستان گرم و پرخطر بی کس و تنها یک زن و یک طفل چخیل زنده میمانند. حضرت هاجر پسرش را با توشه های گرفتهش سیر میکرد، ولی بعد از مدت توشه و آب تمام شد. هاجر مادرمان شیرش خشکیده بود و آن طفلی که هنوز 2 سال داشت، حضرت اسماعیل، از گرسنگی و تشنگی از جایش نمی جنبید. حضرت هاجر مادرمان این حالت پسرش را طاقت نکرد. وقتی که نزد خدا با زبان و دلش دعا میکرد، در نزدیکیشان کوه صفا جایگیر بود. حضرت هاجر با امید دریافت آب یا کمک دویده رفت، اما نه آب یافت و نه کسی را دید. در همین وقت صدای گریه حضرت اسماعیل همه جای را فرا گرفته بود.
ҳазрати ҳоҷар бо як ҳоли бечоравор аз кӯҳи сафо поён шуд. ба тарафи кӯҳи марва давида баромада рафт, вале онҷонист ҳеҷ чиз наёфт ва такроран ба тарафи кӯҳи сафо давид. бо як ҳоли табоҳ дар ҷустуҷӯи кӯмак 7 бор рафту омад. ҳазрати исмоил аз гирияи зиёд монда шуда буд ва садояш намебаромад. муҳтарам ҷамоат, ҳазрати ҳоҷар дар дашти сӯзон бечоравор тани танҳо буд. не обе дошт, не хӯроке дошт, мисле ки ӯро ҳама тарк карда буд. ҳазрати исмоил дигар тоқат надошт, нафасҳои пас мегирифт. ҳазрати ҳоҷар дар байни кӯҳистон бо худояш тани танҳо монд. ба ӯ паноҳ бурд, худаш ва писарашро ба худо таслим кард, гирьяро шурӯъ кард. оби дидаи ҳазрати ҳоҷар ба рухсораҳои рангпаридаи ҳазрати исмоил меафтиданд. ҳазрати ҳоҷар ва ҳазрати исмоил дар байни кӯҳистон бисьёр гурусна ва ночор монданд. ана дар ҳамин замон худованди таоло ба хоки хушк амр кард ки садои обе баромад. ҳазрати ҳоҷар рӯяшро гардонида дид. маконе ки ҳазрати исмоил бо пояш мехалид, аз хоки хушк об мебарояд. бешубҳа ки худованд ба ҳама кор қодир аст. ҳазрати ҳоҷар ба хушҳолӣ ба саҷда рафт. тарсид ки ин қадар оби зиёд беҳуда сарф нашавад. замзам садо зад. зам калимаи арабӣ буда маънояш ист аст. ин оби муборакро ҳоло ҳам номе ки ҳазрати ҳоҷар гузошта буд бо он ном мебаранд. ҳоҷар модарамон об нӯшида сер шуд, ташнагиашро рафт кард ва ба ҳазрати исмоил об дод. паррандаҳо дар болои замзам парвоз карда, корвонҳо об гирифта, ҳазрати ҳоҷар ва ҳазрати исмоил наҷот ёфтанд. баъдтар дар гирди он об одамҳо ҷамъ шуда хона сохтанд. ҳазрати иброҳим ва писараш ҳазрати исмоил қиблае ки мо тарафи он саҷда мекунем каъбаро якҷоя сохта бино карданд. пайғамбаре ки раҳмат бар оламиён аст, пайғамбари мо ҳазрати муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи васалам ҳам дар ҳамон макон ба дунё омад. паёмбар низ аз насли ҳазрати исмоил алайҳиссалом ба дунё омад. муҳтарам ҷамоат, аз ин қисса ҳиссае ки бояд гирем ин аст: худованди таоло бандагоне ки имон меоранд, ба ӯ паноҳ мебаранд, раҳмату неъматашро ба онҳо арзон медорад, онҳоро ба роҳе ки ба худаш мерасонад раҳнамоӣ мекунад. фаромӯш накунед ки имон бошад, имкон ҳам ҳаст. худованди карим ба ҳамаи мо мисли ҳазрати иброҳим ва ҳазрати ҳоҷар ба амрҳояш таслим шуданд ва имони мустаҳкамро насибамон гардонад иншоалло. худованд дуои ҳамаи моро қабул кунад. آمین یا رب العالمین. رفتیم شیرینکی من رفتیم. شیخو تو سما رو نگاه کن، من یک کاری خوردکک دارم، حاضر میآیم. چی شد؟ به کجا میروی؟ من اونلی سردار مسکون منافق، من رو در این مسجد دیدم. لیبا بیامون برادر، کسی دیگر رو مانند او خیال کرده ای؟ نه اچکه من فریب نمیکنه. التماس تو سما رو نگاه کن، من در رو رفتم میام. من سما جا خشیرینک من یک طرف عربا. چیزی شود نشود آن سلاح را گرفتن لازم. به این هم نمیدانیم آن آدم با چه کارها مشغول است. شفقت، تو با این چرچشمک کی بود رفیق شدی؟ چی دانم؟ الان دخترک سبب دوستی ما شد. این کودک از کجا بر اومد؟ اوهسته میافتونی ابله. این نمیافتونم، من مادرش هستم، من تولدش کردم. یا خدایا من چی دانم؟ نزدیله و اومدم این دختر رو دیدم، پدر مادر نداشته است، نگاه و بینش میکرده است. رو به نزدی او رو. یا خدایا تو رو حاضر میبینی که از این طرف لیو اومد. رو زود باش برای گمشه. اصلکی من کنیم یا من تو رو میخرم. اصلکی من چقدر شیرینی؟ حاله و قپیدی او رو. این منافق کجاشی؟ این خیلی آدم نیست. تو خیال کرده ایستاده ای، خواب دیده ایستاده ای، تو ما رو باور نمیکنی. من این کارها رو، این دختره که زیبا رو چیکار میکنه؟ باز با هم یاد نمیبری ها؟ چه علاقه دارد؟ تا وقتی که مادر سومن پیدا نشود، سومن در خانه من میستد.
شیرینکی کنی از بالای اسباب بالای خر پریدیم با شیرینکی من خودی کذابت نداد خی به نام خودم و منافق با چشم خودم دیدم. ای بچه خیالی شیدگی خیلی خیال. هجری برادرم اینقدر نصیحتی خوب کردی دهانت درد را نبیند. اگر باز خاندار شوی کو باز هم زیباتر می شود. بخیر باشد اکای کانون. سلام خانم شام بخیر خوش آمدید. تشکر زیاد اکای کانون. خیر من شما را تنها گذارم شما بین خودتان گپ دارید. اکای کانون من هم با شما می روم. نه داملا تو همین جایست ایست و خوشت آید. خب خوش باش داملا خوش باش. جناب هجری از امر معروف شما خوشم اومد تاثیرم کرد. بیبی من هم سرش رو می پوشند. این رومال از نام بیبی هم به من مونده است. همیشه نماز میخون رحمتی. خدا رحمتش کند مکانش را جنت کند انشالله. از شما یک سوال پرسم ممکن است؟ در وقتی روزه دور بودن لب سرخی مولیم روزه میشکند؟ میشکند؟ من از شما میپرسم میشکند؟ پرسیدنم لازم. از کی؟ از استادم. باز چی شده؟ این باز مرا رد کرد؟ مرحمت چی خدمت کنم؟ من درباره تشخیص بتا معلومات گرفتن میخوام. آیدی چیش میخواید معلومات گیره؟ تشخیصی ساخته آماده کردن در کار. نفهمیدم. برای فهمیدنتان کافی است. تشخیص بعد از یک هفته میبراید. برای شما کی لازم است؟ 5 روز پس. فهمو. بهترین کو. خدا لعنت کند. نیست. حتما اون رو یافتن لازم. از جایت نچون. سلاح در کجا است؟ بگو سلاح در کجا است؟ گپ زد سلاح در کجا است؟
سلاح در کجا است؟ نجوم. به شرطنامه همان خیانت کردی، جزایش را خواهی گرفت. چی میفرمایید؟ آپیتیتو حسیبچه های با لذت. آپیتیتو بوی فورم. آپیتیتو حسیبچه های بهتری. سروغای ما شهر دوشنبه بازار فراوان مغازه رقم 11. تلفن ها برای تماس 909 22 77 00 901 88 0007.